سلام. خب من گفتم قبل از اینکه بخوام برم چهارشنبه سوری رو جشن بگیرم بیام 2 نکته در موردش بهتون یاد بدم که این 2 نکته در واقع خیلی هم جالب هستش. نکته اول این که خود کلمه چهارشنبه سوری اصلا یعنی چی؟ چهارشنبه که خب یکی از روزهای هفته است و کلا میذاریمش کنار، ولی سوری 2 معنی داره. این 2 معنی اولش اینه که در واقع در زبان عامیانه سور یعنی جشن چهارشنبه، ولی معنی دومش در زبان پهلوی یعنی سرخ، یعنی چهارشنبه سرخ. و به خاطر همینم هستش که ما وقتی از رو آتیش میپریم میگیم زردی من از تو، سرخی تو از من. و این کلمه سرخ خب برمیگرده به آتیش دیگه. و این شعری که ما میخونیم در واقع معنیش این هستش که منظورمون اینه که من اون انرژیای مثبت آتیش رو میخوام دریافت کنم و اون غم و غصه و ناراحتیایی که طی این 1 سال داشتم رو به آتیش بدم و در واقع تو آتیش بسوزونم. حالا این نکته اول. حالا بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم این هستش که کلن این سال برای هممون شاید پیش اومده باشه که چرا چهارشنبه سوری به جای که چهارشنبه باشه 3 شنبه شبه. این موضوع برمیگرده به زمانی که اعراب وارد ایران شدن. وقتی اعراب وارد ایران شدن، اعراب کلن اون زمان چهارشنبه رو نحس و بد میدونستن. به خاطر همین و چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های مهم ایران بوده. به خاطر همین چهارشنبه سوری به جای که در چهارشنبه برگزار شه 3 شنبه شب برگزار میشه. و نکته آخر این که آتیشه که نماد چهارشنبه است، نه ترقه. نکنید این کارا رو.